در ویلای خود در سان رمو ایتالیا در تاریخ 10 دسامبر سال 1896 مرگ را در آغوش گرفت. مرگی که از آن هراس بسیار داشت و در زمان حیاتش نیز این هراس را به تماشا گذاشته بود. او درست در حالی مرد که اطرافیانش را پزشک او و کارکنانش تشکیل می‌دادند، بی آنکه دوست و آشنایی در کنارش حضور داشته باشد. ماده نیتروگلیسرین تا لحظات آخر زندگیش با او بود، زیرا که تا آن زمان دچار چند حمله قلبی شده بود و پزشک به عنوان دارو آن را برایش تجویز کرده بود. آلفرد نوبل لحظاتی قبل از مرگش نوشت: نام این دارو را ترینیترین بگذارید تا مردم و داروخانه‌ها از نام واقعی آن نیتروگلیسرین دچار وحشت نشوند. او به خوبی به آنچه که کرده بود آگاه بود. در لحظات آخر زندگیش دچار خونریزی مغزی شد و روی میز کارش افتاد. او را به اتاق خوابش بردند، اما این مسئله موجب شد که قوه گویایی‌اش را برای همیشه از دست بدهد. آلفرد نوبل در پاریس وصیت‌نامه‌ای از خود به جای گذاشت که نام او را در جهان مشهور ساخت. تمام آنچه را که در وصیت‌نامه آمده به جز بخش آخر آن مربوط است به بخشیدن ثروتش به عنوان جایزه به کسانی که پس از او به انسانیت خدمت می‌کنند. بخش آخر وصیت‌نامه مربوط به خود اوست و در آن درخواستی را مطرح می‌کند: همانطور که خواستهای دیگرم را به طور کتبی مطرح کردم، می‌خواهم پس از مرگ رگ‌های مرا ببرید و زمانی که مرگم قطعی شد و پزشکان توانا آن را تایید کردند، جسدم را در کوره مخصوص سوزاندن اجساد بسوزانید. هستی و وجود آلفرد نوبل